3 2 1 ضبطه. چقدر صدا خوبه، عالی. اصلا صدای خودم هم نمیشنوم الان دارم چی میگم. 2 hours later. پینگت خوبه؟ پینگت خوبه؟ چی؟ پینگت خوبه؟ نه افتضاحه. چرا داد میزنی؟ داد نمیزنم. داد میزنی؟ نه داد نمیزنم. 2 ساعته داری بازی میکنی، بلند شو بریم دیره. 2 ساعته داری بازی 2 میکنی. ساعت شد یا علی، بلند شو. باش. بریم. ببخشید. حالا بخوام نظر کلیمو راجع به این هدست که هدست پرچمدار بیر داینامیک مدل MMX 600 بگم، از همه نظر فوق العاده است. من هم باش موزیک گوش دادم که صدای موزیک فوق العاده با کیفیت میومد، صدای بازی فوق العاده جدیه خوبی داشت. من الان داشتم کانتر بازی میکردم، 2 ساعت هم داشتم بازی میکردم. صدا پای خیلی خوبی گرفتم و واقعا کیفیت صدای خیلی خوبی برای گیم میده. و خوبی که حالا این هدست داره اینه که اگه قطعهش خراب بشه یا گم بشه یا پاره بشه یا هر چیزی، خب چون نمایندگی بیر داینامیک توی ایران هست میتونیم راحت عوض بکنیم. بدنه فوق العاده سبکی داره و بالشتکاش هم اصلا گوشم اذیت نکرد. من چون رینبو بازی میکنم یا کانتر، معمولا 3 4 ساعت هر روز پای این گیم میشینم و کاملا گوشم هم گرم میشه هم اذیت میشم چون حجم سنگینی میاد روی گوشم و این واقعا فوق العاده بود.